الحمدلله و صلات و سلام علی رسول الله. دوستان عزیز، امیدوار هستم که در هی هوای سرد زمستان لباس عافیت به تن داشته باشین و از گزند روزگار در حفظ الله متعال باشید. عزیزان گرانقدر، شما شاید از طریق میدیا شنیده باشین که هوای بسیار زیاد سرد داخل افغانستان است و امکانات مردم فقیر و بیچاره بسیار کم است در این هوای سرد زمستان و اکثر خانواده حتی امکانات غذایی را به بسیار سختی برابر میکنند، چی برسن به ای که لباس گرم بره اولاد خود بخرن و یا مواد ارتزاقی در زمستان مهیا بسازند. از این خاطر عزیزان گرانقدر، ما پروگرام را برای انداختیم که توزیع جمپرها برای فقط کسایی که یتیم هستند در نظر گرفتیم تا از این طریق ما بتانیم که یک لبخند بر لبان یتیمها بیاریم و یک بار دیگر جهان سپاس از کسایی که در هی شرایط سخت و دشوار کمک کردند تا از طریق باران رحمت ما برای یتیمها جمپر بخریم و انشالله برای امانت خاص برشان میرسانیم. و کسایی که میخواین که دی پروگرام سهیم شوند و ما در خدمتشان هستیم. باران رحمت شعار شمی است که پل ارتباطی بین شما و بین فقرا و یتیمها و مستمندان است. انشالله جریان توزیع شما تماشا میکنین. الله متعال در حفظ پناه خود داشته باشتانه. السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته. به من گو حاجت خود را اجابت میکنم، آنی طلب کن آنچه میخواهی مهیا کردنش با من. بیا قبل از وقوع مرگ روشن کن حسابت را، بیاور نیک و بد را جمع منها کردنش با من. چو خوردی روزی امروز ما را شکر نعمت کن، غم فردا مخور هرگز که فردا خوردنت با من. الله اکبر الله، الله اکبر الله، الله اکبر الله، الله اکبر الله. به قرآن آیه رحمت فراوان است ای انسان، بخوان این آیه را تفسیر و معنا کردنش با من. اگر عمری گناه کردی مشو نومی تو از رحمت، تو توبه نامه را بنویس و امضا کردنش با من. دلت را خانه ما کن مصفا کردنش با من، به ما درد دل افشا کن مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش پیدا کردنش با من. الله اکبر 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 الله اکبر. لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله الله. دلت را خانه ما کن مصفا کردنش با من، به ما درد دل افشا کن مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش پیدا کردنش با من.
اشکه که من هستم خریدارش. بیاور قطره اخلاص و دریا کردنش با من. به من گو حاجت خود را اجابت می کنم، آنی طلب کن آنچه می خواهی مهیا کردنش با من. بیا قبل از وقوع مرگ روشن کن حسابت را. بیاور نیک و بد را جمع منها کردنش با من. چو خوردی روزی امروز ما را شکر نعمت کن. غم فردا مخور هرگز که فردا خوردنت با من. الله اکبر الله الله اکبر الله الله اکبر الله الله اکبر الله. به قرآن آیه رحمت فراوان است ای انسان. بخوان این آیه را تفسیر و معنا کردنش با من. اگر عمری گناه کردی مشو نومی تو از رحمت. تو توبه نامه را بنویس و امضا کردنش با من. دلت را خانه ما کن مصفا کردنش با من. به ما درد دل افشا کن مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش پیدا کردنش با من. الله اکبر 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 الله اکبر. لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله